میشه زودتر شروع کردم که میخوام رو راست باشه چه جوجه بیبیسی هستن درخواست دیدن حضوری من داشتی ولی در مسائل امنیتی نشدی کارو بکنیم. پس من اومدم اینجا و اینجا 5 ثانیه بیشتر منو میبینی. روزگاری من در خانواده مذهبی چشم جوان گوشیدم. مامان جان باشی از دختر منم ولی خب من جانی من آمد خونه چون به کسی نگی. نه احساس میکرد من به یه حیوان خونگی نیاز دارم. یا میگفتم من یه جوجه تابوت میده از اونجا یه جوجه جنسیت معلوم نمیشه اسم من جانی اسم گذاشت میمی. هنوزم فکر میکنم وقتی داشت اسم من انتخاب میکرد مست بود. مامان جان من دارم میشنوم ها. حقیقتا مبنای اسم روی بود که هم لفظ زو جنسیتی باشه دیگه چی کنم آبروز شرف آسمان نمونده. اسم من میمی متولد 15 اسفند 1402 هستم. مامان جانی من نبارد خونه وقتی 2 سالم بشه من میبره مزرعه. مامان جانی بریز نگهداری منم مامان بابا و مامان بابای تیتی و مامان بابای دیگه. خب دیگه مامان جان آره داشتم میگفتم مرغای زینتی هم نگه میداره که البته من اجازه دادم بمونن. اگه دوست داری بیشتر همون زندگی من بدونی لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب